اینجا کارگاه تولید الکتروموتور ماست. از تراشکاری شافت و پوسته تا سیمپیچی و مونتاژ نهایی رو همینجا انجام میدیم. بریم یه دور کوتاه داخل کارگاه بزنیم. اولین قسمت دستگاه برش رو داریم که باهاش شاخه‌های سمتری اکستروژن شده آلومینیومی رو برش میدیم و به این صورت درشون میاریم تا آماده تراشکاری بشه. توی این قسمت یه CNC تراش داریم که مخصوص تراش شافت‌های الکتروموتور است. به این صورت که میلگردهای آهنی رو پس از تراش دادن به شافت‌های الکتروموتور تبدیل میکنه. توی این قسمت شافت‌های آماده شده رو توسط یه فرز CNC جاخوار میزنیم. توی این قسمت دو تا دستگاه تراش دستی داریم که یکی برای تراش روتور و بوش استفاده میشه و دستگاه دوم برای تراش در جلو و عقب دینام مورد استفاده قرار میگیره. توی این قسمت یه دستگاه CNC داریم که برای تراش پوسته موتور استفاده میشه. به این صورت که پوسته برش خورده رو داخل دستگاه میذاریم و به صورت تراش خورده تحویل میگیریم. توی این قسمت پوسته ها پس از تراش سوراخکاری و قلاویزکاری میشن و به این شکل در میان. با این دستگاه پرس هم سیمپیچ های آماده شده از قبل رو داخل پوسته جا میزنیم. این میز هم میز مونتاژ هست و الکتروموتورها روی این میز مونتاژ میشه و آماده رنگ میشه. و در آخر پس از رنگ شدن روی این میز سربندی و بسته بندی میشن.